مکتب رقم 11 ناحیه زوخ در دهه چشمه جایگیر شده یکی از بانفوذترین و پیشقدمترین مکتب‌ها در ناحیه به شمار می‌رود. در پرسشنامه‌ای که از جانب روزنامه آواز تاجیک گذرانیده شد، جماع این دبستان بین مکتب‌های ناحیه زوخ با جمع آوردن 1416 آواز جای اول را اشغال کردند. به این مناسبت در مکتب مذکور چاره‌بینی برگزار گردید و در آن جانشین حاکم ناحیه عاید مسائل اجتماعی الهام عبدالمجیدов و نمایندگان شعبه تعلیم تا مکتبی و مکتبی ناحیه و خبرنگاران روزنامه اشتراک کردند. در چاره‌بینی خوانندگان اقتدارناک مکتب برآمد کرده با زبان‌های تاجیکی و ازبکی شعرها قرائت نمودند و اقتدار و استعداد خویش را نمایان کردند. آنهایی که به سخن برآمدند اظهار داشتند که کتاب و روزنامه در حیات انسان نقش بسا مهم را می‌بازد. میگویند که وقتی کتاب را می‌گشایی جهان را می‌گشایی. واقعا هم کتاب عالمی معنی را در خود داراست و بهر انسان ناگزیر است. برای اکثر آدمان کتاب بخش از حیات آنهاست، مثل رفیق بهترین، همسفر راستین است که هیچگاه ترکت نمی‌کند. با تشبث آواز تاجیک در تمام مقیاس ریسپوبلیک ازبکستان پرسشنامه گذرانیده شد. در این پرسشنامه مکتب رقم 11 جای اول را اشغال کرد. کتاب و روزنامه ها علمند، معرفتند، دانشند. آنها اثرها نگهداری شدند و علم امروزه را که از فرهنگ و تمدن گذشتگان ما باقی مانده است بدون کتاب ها، روزنامه ها تصور کردن غیر امکان است. از طرف روزنامه آواز تاجیک به جماع دبستان رقم 11 برای اشتراک فعال در پرسشنامه و جمع کردن آواز از همه زیاد تحفه های گرانبها سپاریده شد. در پرسشنامه فعال اشتراک کردن جماع مکتب دلالت از آن است که آنها به مکتب تعلیم و تربیت بی‌فرق نیستند. مهمش آن است که آنها از کتاب و گازیته ها دور نگشتند. همین است موفقیت اهل دبستان مذکور.